ببونه سالوگره هفته مینیای کتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا داخویانک بلاف کر و تیدا سوزدان خواندوان و جوانان که وید خدمت واندا بردوام بن. د داخویانی دا وها هاتیا که دا ایلونا دا 1011 دا گروپک جوان و خواندوان کردستان سوری و تاخین که کرد لحنه وقت تاخین لباجار شامه و حلب و رقای لحولی را پای تخت هرما کردستان کمبون و 11 ماه ایلونا دا 1013 دا ریخستنک بناوی یکتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا راگهاندن. به مبسته پشتوانی و ریخستن خواندوان و جوان روجاوای کردستانه. یکتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا وکی یکمین ریخستن جوان تیناس کرن. دامزراندن یکتی هات تاکو خدمت خودان سرتفیکین زانینگه و اکادیمیناس و جوانان بکه. ینکو به مبست جعالی تفگره کردی واتین دورکتن. هر وها نشاندان نخوشیا کرونا کل توای جهان بلاف بیا و داخواست خواندوان و جوانان کر که پابندی برینماین تندرستی بکن. تیزانین که هلبجارتن 11 ماه ایلونه روژه دامزراندن یکتی خواندوان و جوانان وکا روژه که پیروز شورش ایلونه را اجره بازا برزانی نمر رای. یکتی داخوین خود سپاسی همی دزگه راگهاندنه کر چه تلفزیونی به یان اجانس یان جی روزنامه کاغذی به. داوی داخوین خود سپاسی اندام و کادرین خول روجاوای کردستانه و لدروای ولاد کر چل اروپا یان جی لقا هرما کردستانه به.